و اندراب ها. ز غزنین سوی اندراب آمدم، ز آسایش اندر شتاب آمدم. از انجمن آرا و آنندراج چنین نقل است: اندراب شهری است از ولایت بدخشان مابین هندوستان و غزنین که نزدیک کتل هندوکش واقع است. حدود العالم در رابطه چنین نقل می کند: اندراب شهرکی است اندر میان کوها. یاقوت چنین نگاشته است: اندراب شهری است بین غزنین و بلخ و قافله ها از آن وارد کابل می شوند و آن را اندرابه نیز گویند. مردم آن بر علاوه اندراب امروزی در شهر پلخمری، بلخ و کهندش نیز به کثرت زندگی می کنند و شمار زیادی از اندرابی ها در کابل زندگی می کنند و محلی نیز در مرکز شهر به نام کوچه اندرابی هاست. همچنان نام محل در تاجیکستان و نام سه محل در ایران کنونی نیز اندراب می باشد که به فرموده عبدالوحید احدپور 600 خانواده از اندراب افغانستان امروزی در دوره ساسانیان به کردستان مهاجرت کردند و آنجا ساکن شدند و روستای آنها در منطقه هورامان کردستان واقع شده که ثبت میراث جهانی یونسکو نیز شد و نام دو محل دیگر در اردبیل و جزیره قشم می باشد. بنابر یادداشت‌های محمد ایوب عظیمی، یکی از مشهورترین صوفیای هند، سید میر یا میرک اندرابی، از 1456 تا 1525 میلادی در شهر سرینگر کشمیر است که اولاده آن تا حال در تمام شبه قاره هند به شمول پاکستان، بنگلادش، کشمیر، سریلانکا و حتی تا ایالات مسلمان نشین چین علمای دینی، پیشوای طریقت و سیاستمدار هستند. از جمله سیاستمداران مشهور کشمیر خانم آسیه اندرابی رهبر گروه اسلامی خواهران ملت است که خواهان الحاق کشمیر به پاکستان بوده و چندین بار زندانی گردیده.